الله واسع. الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در ادامه بررسی آیات مرتبط با حج در کلام الله مجید اینجا داره از آیه 158 سوره مبارکه بقره یاد کنیم. آیه که در اون الله متعال دو مکان از مکانهای مقدس روی زمین رو برای ما معرفی میکنه. آیه‌ای که در اون دو مکان رو الله متعال که مرتبط با حج و عمره به ما گوش زد میکنه، به ما یادآور میشه تا یک تاریخی رو، تا یک خاندانی رو، تا یک شخصیت‌هایی رو به ما به عنوان نمونه و الگو معرفی کنه، با اون هم در خلال آیاتی که مرتبط به صبر، مرتبط به استقامت، مرتبط به تلاش و کوشش، مرتبط به ابتلا و آزمایش. در آیه 153 سوره مبارکه بقره 5 آیه قبل از این آیه که ما بهش خواهیم رسید و محل صحبت و سخن ماست، الله متعال دعوت میکنه بندگانش رو به صبر و استقامت و استعانت از صبر و نماز در زندگی. و همچنین در ادامه آیه الله متعال در آیات بعدی اشاره میکنه به انواع ابتلاعات، سختی ها، مشکلاتی که در مسیر زندگی میاد، از نقص در اموال، در جانها، در ثمرات زندگی، از ترس، از نگرانی، از اضطراب. بعد از این آیات الله متعال بشارت میده انسان رو، بشارت میده بندگان صابر خودش رو، و بشر صابرین، و میفرماید بشارت بده صابرین رو. بشارت الله تعالی نشان از نعمت و رحمت الله تعالی داره و میفرماید کسانی که صبر میکنن در آزمایش‌ها و ابتلاعات، اینها همون کسانی هستند که درود الله تعالی بر اونهاست و اینها همون کسانی هستند که هدایت یافتند. به یک باره در ظاهر داره موضوع عوض میشه. بعد از آیات مرتبط با صبر، استقامت، تلاش، کوشش، آزمایشات مختلف، آیه 158 میرسه. ان الصفا والمروه من شعائر الله. یک بار صحبت از صفا میشه، صحبت از مروه میشه، صحبت از مقدسات الله تعالی میشه. الله تعالی بعد از این که تمجید میکنه صابرین رو در ابتلاعات و آزمایشات، از صفا صحبت میکنه، از مروه صحبت میکنه و این دو رو مقدس میدونه. صفا یک کوهی کنار کعبه، مروه یک کوهی به اندازه صفا چند صد متر اونورتر در کنار کعبه. تاریخ داره. چرا یک دفعه بعد از آیات صبر و استقامت صحبت از صفا و مروه میشه؟ چرا یک دفعه این دو کوه مقدس میشن، از شعائر الله تعالی میشن، نشانه های عظمت الله تعالی؟ دو کوه صفا و مروه که یادآور یک تاریخ. صفا و مروه برای هر انسان مسلمان یک اسم آشناست. صفا و مروه برای کسایی که رفتن مکه
عمره رفتن، حج رفتن، خیلی با صفاست. هم صفاش با صفاست، هم مروهش، هم تلاش بین صفا و مروه. اینجا هم طوافه. تنها کنار کعبه نیست که طواف میشه، صفا و مروه هم هست طواف میشه. یک سالن طولانی چند صد متری کنار مطاف محل طواف. عزیزانی که نرفتن حتما در عکس ها دیدن، در فیلم ها دیدن. اون سالن بزرگی که در نزدیکی کعبه امتداد داره همون بین صفا و مروه است. این طرفش صفاست، اون طرفش مروه است. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر الله تعالی است. صفا و مروه چی هست اصلا؟ چی شد یک دفعه در خلال آیات صبر و استقامت و صابرین صفا و مروه اومد؟ بحث از طواف اینها در حج و در عمره اومد. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. کسی که خانه رو حج میکنه، اومده به حج بیت الله یا عمره اومده، ملامتی بر اون نیست که اینها رو طواف بکنه، این دوتا رو طواف بکنه. صحبت از طواف اینهاست، هم در حج هم در عمره. صفا و مروه از ارکانه. سعی بین صفا و مروه، طواف صفا و مروه، به تعبیر قرآنی طواف صفا و مروه، اینها از مهمترین عباداتیه که در حج و عمره انجام میشه. ورای این مکانها یک تاریخ نهفته است. تاریخی که یک حاجی، یک زائر بیت الله الحرام باید بشناسه تا بتونه که بفهمه که چه حکمتی نهفته است در این طواف بین صفا و مروه. اون تاریخی که مرتبط با آیات قبل از این آیه، آیات صبر استقامت. اون تاریخی که مرتبط با اون خونه‌ای که اون طرفتر خونه کعبه، بیت الله. ابراهیم علیه السلام در پیری الله تعالی بهش فرزندی میده، اسمش رو میگذاره اسماعیل. خیلی هم دوستش داره، بالای 90 سال سنش. تازه الله تعالی بهش پسری داده، اولین فرزندش. الله تعالی دستور میده که ابراهیم جان، هاجر همسرت، مادر اسماعیل، و این طفل اسماعیل رو برمیداری میری به مکه. مکه ای که موقع مکه ای نبود، یک دشتی است، یک منطقه چند تا کوه وسطش، یک آبادی هم نیست، یک فضای بازه، یک دشت، نه آبی داره نه آباد داره. حرکت میکنه از فلسطین، میاد به مکان مسجد الحرام فعلی که موقع یک زمین خالیه، میگذاره زن و بچه رو. الان دستور رسیده که باید بره. اینجا رو میدونه که مکان کعبه است. الان کعبه ازش خبری نیست، ولی کعبه اینجا بوده و قرار خودش در آینده این کعبه رو تجدید بنا کنه. میگذاره و دستور اینه که باید برمیگرد. مادر بچه وقتی میبینه پدر داره میره، یک بچه شیرخوار، مادر نشستن، میدونه که اینجا آبی نیست، آبادانی نیست، غذایی نیست، میمونه چی کار کنه؟ بلند میشه میره پیش ابراهیم علیه السلام، جلوی راهش رو میگیره، میگه که فقط یک چیز رو من بگو، الله تعالی به تو امر کرده که بری یا نه تصمیم خودت؟ میفرماید نه، دستور الله تعالی است. بانوی بزرگ صفا و مروه، بانویی که قدمگاهش میشه مقدس، میشه از شعائر الله تعالی، هاجر. میفرماید اذا لا یضیعنا، پس حالا که اینطوریه که الله تعالی بهت گفته و دستور داده که بری، پس اون ما رو اینجا از بین نمیبره، برو.
این تاریخه، این درسه. چرا ما وقتی که از الله متعال میخوایم که به رسول صلی الله علیه و سلم درود بفرسته، میخوایم درودی بفرسته به مانند درودی که بر ابراهیم و آل ابراهیم علیهم السلام فرسته؟ وقتی میخوایم که برکت بده به رسول صلی الله علیه و سلم و خاندانش، میفرماییم برکتی به مانند کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. اون برکتی که به ابراهیم و آل ابراهیم داری به اینا بده. ابراهیم علیه السلام برمیگرد، هاجر همسر ایشون میفهمه که دستور الله تعالی است، توکل میکنه به الله تعالی. توکل. اما توکلش به این معنا نیست که بشینه همینجا دست رو دست بذاره خب بگه هر چی شد دیگه، نه، تلاشش هم انجام میده. آب تموم میشه، اون مقداری که همراهشون بوده، شیری هم برای فرزند نداره که بهش بده. صدای گریه فرزند مادر آزار میده، نمیتونه تحمل کنه. هوای گرم، هیچ کسی هم نیست. بلند میشه میاد روی صفا. این صفا بلند میشه روش و هرگز نمیدونست اون موقع که این جای پا انقدر نزد الله تعالی ارزش داره که اینجا رو مقدس میکنه. این رو از شعائر الله تعالی قرار میده خودش. الله اینجا رو جزء ارکان حج و عمره در قرنهای پیش رو قرار میده. به این امید میره که اونجا شاید کسی رو ببینه، پرنده‌ای ببینه، گروهی رو ببینه، آب باشه. میبینه نیست، میاد پایین، میدوه، بدو میره جایی که زمین صافه، تا میره بالای مروه، باز میبینه که حکایتی نیست. دوباره میاد میره روی صفا، دوباره میاد میره روی مروه، دوباره میاد روی صفا. 7 بار میره و میاد. الان روی مروه وایستاده، 7 باره که مادر دلسوزی که نمیتونه گریه مادر فرزند رو تحمل بکنه و توکل کرده به الله تعالی، الان تلاش میکنه، تمام سعی خودش رو به خرج میده، بین صفا و مروه میره و میاد. آسمان نظاره‌گرن، الله تعالی این صحنه رو داره میبینه. این توکل و اون تلاش براش کافیه. جبرائیل امین رو میفرست، میاد و اسماعیل رو دستور میده تا پاش رو بزنه به زمین. میزنه به زمین، بهترین آب روی زمین جوشش پیدا میکنه، چاه زمزمی به وجود میاد، آب زمزم میاد بیرون. از اون طرف هاجر میبینه که زیر پای فرزندش آب حرکت کرده، میاد و از خوشحالی این آبی رو که داره حرکت میکنه و جاری میشه میفهمد زمزم زمزم زمزم، جمع شو جمع شو. نگرانه که نکنه این آب کم باشه و گم بشه، میخواد حالا یک نیمچه حوضچه‌ای درست بکنه، این آب رو نگه داره تا چند روز آینده استفاده بکنه. این آب اسمش میشه زمزم. اون طرف صفا و مروه، این آب میشه بهترین آب روی زمین، شفا میشه برای بیماری ها، مبارک میشه. و اون قدمگاه اون طرف در بین صفا و مروه هم مبارک میشه. الله تعالی صفا و مروه رو جز شعائر الله تعالی قرار میده، مقدس میکنه. سعی بین صفا و مروه رو واجب میکنه بر هر کسی که برای حج میاد یا عمره میاد، تا به یاد هاجر بیاد این مسیر رو ادامه بده و بلکه همون جایی که هاجر در فاصله بین صفا و مروه زمین صافی بود و میتونست که بدوه، باید مردان بدون، زنان نیاز نیست بدون، چون هاجر به جای همه زنهای تاریخ دوید. مردها باید بدون تا از هاجر همت یاد بگیرن، تا از هاجر توکل و استقامت و صبر یاد بگیرن، تا در بین صفا و مروه نشون بدن که جای پای ابراهیم که هیچ همسر و فرزندش هم قدم میگذارن، تا نشون بدن که میخوان
خانواده‌ای به مانند خانواده ابراهیم در زندگی داشته باشند. الله تعالی بعد از آیات مرتبط به صبر در سوره مبارکه بقره از آیه 153 به بعد که از امتحانات و ابتلاعات میگه، بهترین نمونه رو معرفی میکنه و نتیجه این صبر استقامت رو ما میگه. هر کی که میره به حج و هر کی که مشرف میشه به زیارت مسجد الحرام، چه در حج چه در عمره، حج سختی داره، مشکلات داره، دوری از خانه و خانواده داره، کم بود امکانات بعضی جاها شاید باشه، هوای گرمه، ازدحام و شلوغیه، غربت، صفهای طولانی و انتظار هاست. بله، اما باید یاد بگیری از هاجر صبر و استقامت رو. در زندگی باید اینطوری باشه، کل زندگیت صبر و استقامت رو یاد بگیر. شوهرش رفت صبر کرد، غذاش تمام شد صبر کرد، ترس بود تحمل کرد. یک زن با یک بچه تنها در یک بیابان تاریک، در یک جایی که هیچ آبادانی و آبی نیست، صبر کرد، استقامت کرد. نتیجهش چی میشه؟ وقتی توکل بر الله تعالی است، وقتی به خاطر الله تعالی انجام میشه، نتیجهش اینه که ماندگار میشه، میمونه در تاریخ. این عبادت ها، این صحنه ها، این تصاویر میمونه. الله تعالی اینا رو ضبط میکنه، ثبت میکنه و یک روزی به معرض نمایش میگذاره. در آیه 158 الله متعال میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از مقدسات در نزد الله تعالی، جز شعائر الله تعالی است. فمن حج البیت او اعتمر، کسی که میره به حج بیت الله یا عمره میره. حج و عمره فرق میکنن با هم، گرچه ما خیلی جاها در جامعه ما خیلی میگن فلانی رفته به حج و عمره، یعنی عمره رو هم تعبیر حج استفاده میکنن. نه، عمره هر زیارتی از مسجد الحرام حج حساب نمیشه. عمره طواف دور کعبه است، احرام میپوشه، حاجی میره زائر احرام میپوشه، میره و طواف میکنه کعبه رو، صفا و مروه رو طواف میکنه و سعی رو انجام میده و بعد سرش رو میتراشه یا موهاشو کوتاه میکنه اگر خانمش. این میشه عمره، تموم میشه. اما حج نیست. حج عرفات داره، حج مزدلفه داره، حج منا داره، حج هر روز 8 ذوالحجه شروع میشه، 12 یا 13 تموم میشه. طولانیه، مسیر ادامه داره، چند روز طول میکشه. حج جداست، عمره جداست. تعبیر درستش اینه، حج عمره. بعضی از عزیزان میگن حج و عمره رفته. نه، اون عمره رفته دیگه، حج رو اضافه نکنیم بهش. الله تعالی میفرماید کسی که میره حج عمره ملامتی نیست که اینجا طواف بکنه. به خاطر این تعبیر استفاده شد که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم مسلمین که اونجا میرفتن، مشرکین روی صفا و روی مروه 2 تا بت گذاشته بودن به اسم اصاف، بعضی آصف گفتن، یا نائله، و اینجا که میرفتن بین این دو طواف میکردن به نیت تقرب به صاحبان این بت‌ها و اینها رو مس میکردن، دست میکشیدن. مسلمان ها از این کار خوششون نیامد، احساس کردن که الان سعی بین صفا و مروه هم دیگه انجام نشه بهتره. الله متعال فرمود هیچ ملامتی نیست این کار بکنید، چرا که اصل صفا و مروه به خاطر شرک و بت پرستی نبوده. این طواف باید انجام بشه تا اصلاح بشه این مشکل. الله متعال میفهمد کسی که حج میکنه یا عمره میکنه ملامتی برایش نیست که طواف بکنه بین این دوتا. طواف انجام میشه، گرچه شکل دایره‌ای نداره این طواف، شکل رفت و برگشتی داره دیگه. یعنی از صفا شروع میشه به مروه میره، صفا میره مروه. و من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. در پایان آیه الله متعال میفهمد و هر کسی که از پیش خود به دلخواه خودش
خیری رو انجام بده، الله تعالی سپاسگزاری میکنه ازش، قدر خیرش رو میدونه و آگاهه که چگونه ازش تقدیر بکنه. الله تعالی تقدیر میکنه کار خیرش رو، عبادتش رو، سعی و تلاشش رو و اینها رو بیهوده نمیگذاره. صفا و مروه از مقدسات و شعائر الله تعالی است. صفا و مروه در کنار کعبه یادگار هاجر، اون بانوی بزرگواره، همونطوری که زمزم یادگار اسماعیل پسرشه، همون گونه‌ای که کعبه یادگار ابراهیم شوهرشه، مقام ابراهیم جای پای شوهرش هم اونجا هست. در گوشه گوشه مسجد الحرام میشه که در گوشه گوشه نه تنها مسجد الحرام بلکه تمام مشاعر مقدسه میشه که این خانواده عظیم رو، نقششون رو و تأثیرشون رو دید. این خانواده‌ای که ما الگو معرفی شدن، پدری به اسم ابراهیم که خودش یک امته، مادری به مانند هاجر که جای پای او میشه قدمگاه و محل عبادت، و پسری که در قربانی و فدایی نمونه نداشت. و میرسیم به آیات مرتبط به بحث اون صحنه عظیم قربانی اسماعیل علیه السلام. این خانواده عظیمی است. جا داره که ما برای شناخت این خانواده بیشتر مطالعه کنیم، تفکر کنیم. ابراهیم، اون مردی که هوش از سر انسان میپرونه وقتی که زندگیش رو انسان مطالعه میکنه، اون مرد عظیم. هاجر، اون بانوی بزرگوار که الله تعالی بدون ذکر نامش به عنوان یک نمونه و الگو ازش یاد میکنه، در خلال آیات مرتبط به صبر با ذکر مکانی که سعی میکرد و تلاش میکرد و نتیجه اون صبر و استقامت رو هم بیان میکنه. هاجر نزد الله تعالی انقدر محبوب و عظیم بود که الله تعالی صفا و مروه رو ماندگار کرد. سعی و طواف بین صفا و مروه رو عبادت و بلکه یکی از ارکان در عمره و حج قرار داد، چون هاجر عظیم بود بر الله تعالی. و همچنین اسماعیل. این خانواده عظیم خانواده ابراهیمن که برکت الله تعالی بر اینها بود، درود الله تعالی بر اینها بود. به همین خاطر ما هم همیشه از الله تعالی میخوایم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و در برنامه بعد با آیات دیگری در موضوع حج از کلام الله مجید خواهیم پرداخت. الله یارو نگهدارش.